در این روزهای به شمار مانده رمضان ای بنده، تا توانی روز و شب نام خوشش تکرار کن، جام دل را از می ارمان او سرشار کن. آیت شکر و دعای خیر هر ساعت بخوان. همین شب ترک غفلت کن عزیزا، چشم دل بیدار کن، لااقل یک شب. شبی که خداوند در کلامش میگوید که استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر، به درستی که ما قرآن را شب قدر فرو فرستاده. یک شب برادر 1000 شب نیست، لیکن لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. چقدر تحفه خوبه. پس خوش به حالت ای شخص شب زنده دار. السلام علیکم و رحمت الله.